نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند لا حسد الا علی اثنتین: رجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا حسد الا علی اثنتین، یعنی نیست حسد مگر در دو چیز، یعنی حسد خوردن درست نیست بجز در دو چیز یا در دو شخص. حدیث اشاره بر این میکند که حسد دو نوع است. یکم حسد مذموم، حسدی است که نهایت بد است، یعنی گناه دارد. و دوم حسد مشروع است و این حسد مشروع را غبطه هم میگویند. اصلا در فارسی ما حسد را رشک هم میگوییم، یعنی تمنای نعمتی را که در شخص دیگر هست ولی در ما نیست. مثلا یک شخص منعم هست، یعنی یک نعمت در وی هست، ولی یک شخص دیگر آرزو میکند که این نعمت از نزد وی گرفته شود، یعنی نابود شود، و گاهی هم آرزو میکند که این نعمت به من داده شود و از نزد وی گرفته شود. این حسد مذموم است. انسان به این گونه حسد گناه میگیرد و این گونه حسد نیکی های انسان از بین میبرد. حسد دیگری که مشروع و غیبته هم میگویند این است که انسان نعمت را نزد شخص میبیند ولی تمنا نمی کند که این نعمت از نزد وی گرفته شود، بلکه می خواهد نعمت در نزد وی باقی باشد، اما می خواهد الله برای من هم از این نعمت عطا کند و من هم از این نعمت استفاده کنم در راه الله. در اینجا حدیث حسد مشروع را اشاره می کند و جایز می داند. یعنی پیامبر چی گفتند؟ لا حسد الا علی اثنتین، یعنی حسد درست نیست، جایز نیست مگر در دو صفت، مگر در دو حالت، یا اینکه در دو شخص. حالت اول چی است؟ رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء اللیل و آناء النهار، یعنی شخصی که الله تعالی او را حافظ قرآن کرده است، قرآن خوان است، و این شخص چی کار میکنه؟ فهو یقوم به آناء اللیل و آناء النهار، این شخص در یک حصه از شب میخیزد، قیام میکند، نماز میخواند و همچنان در روز هم در نماز قرآن میخواند. و شخصی که حافظ قرآن نیست ولی کار این شخص را میبینه، از این کار خوشش میآید و تمنا میکند و از الله میخواهد که مرا هم مانند این شخص بگرداند و این انسان از این گونه حسد اجر میبرد، ثواب میگیرد. و دوم رجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء اللیل و آناء النهار، شخص دیگری را الله مال و زندگی داده، فهو ينفق منه، پس این شخص این مال در راه الله تعالی مصرف میکنه. در کدام وقت؟ آناء اللیل و آناء النهار، شب و روز در راه الله مصرف میکنه، وقتی خاصی نداره، فقط در روز پنجشنبه و چهارشنبه و چیل مصرف نمیکنه. این مالا هر وقت که خواست به مسکین و فقرا صدقه میکنه، انفاق میکنه، به یتیم نان میدهه، به یک بیوزن کمک میکنه، به یک بیچاره کمک میکنه. پس شخصی دیگری از این مال محروم است، یعنی مثل این شخص بای نیست و این شخص آرزو میکنه، از الله میخواه که الهی مرا هم مانند این شخص نعمت عطا کنه تا من هم مثل این شخص در راه تو خیرات داشته باشم
و مانند این شخص به بیچارگان و بینوایان کمک کنم و این شخص در این گونه حسد اجر میگیرد و ثواب میگیرد. و ما از الله مهربان خواهان آن هستیم که عملهای ما را مورد قبول خود بگرداند و ما را نیز از جمله این گونه شخصانی نیک بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.